باب میلادی و هفسوی خویند خان یکی زیده گاوی و اوه بوماوی زیده تری 10 سالانه. و پاش در کفتنا بریارا تاپو کرنا خانی نوان ده کیف خوشن و ده خازن زیده تر حکومتا کردستانی ده برجوند یا هجار و دستکرتان دابید. زور سپاس یا حکومت یعنی که اف قرار صادر کردی بوما مثلا دی منطقه او کلا منطقه هجار و فقیر تاین خانیتوان تجاوزن یعنی اگه وانجی پیشه ببون دو عرض باش کردن و خانیت تابو کردی دا کردن ولی ضعیف بونو هات مخالفت چکن حاضر کردن یعنی حقیقت افد بیت موجب یوی که دل ما خوش بیت سپاس یا حکومت و دار و دستگاه مملکت خوب بته. ممنونیم که افغانی ما به اینا طبق کردن بس بیشتر پولیون گلکه. هکه پولیون مکیم کن ام ممنونیم. اوی هد نبیلی خرد کیم درآمدن. نکو مثلا زنگین آنها نه هکه فقینه با قصویری نکن. ریوبریا باجروانیان جی دیار دکت زیده تری 25,000 خانیان دهنا تاپو کرن لسنور پاریزگاه ها دوکه. و آماجه پوی چنده جی کر ام لحیویا در کفتنا رنمانه بو هنده اف بریاره بکویتت بار جبه جه کرنه دا. بریاریا درکتی الواقع کردستانی هاتی بلاف کردن یا کتیت باره جیبجی کرنه دا بس یا چه وزارت و ام چاورین رنما بوم درکم رنما جیبجی کرناوه دمی رنمای درکتن هم دی جیبجی کن حدود تیتا پیش بینی کن حدود 25,000 که از سرانسر پاریزگاه دو که کو خانی تو بنا تابو کردن. به بریاره که حکومت کردستانه دی زیده تری 25,000 خانیان زیده گاویل سنور پاریزگاه دو که هینا تاپو کرن. و خدان اوان خانیان جی سپاسدارن حکمت نه بو اوه بریاره و دخوازن زی او بریاره بکویتت باره جبه جه کرنه دا. جگدار جمال کرد سام 24 دوک.